بله. سلامت باشید. طالبان تمام جمهوری کسانی که امروز با اصلا پاتریوت من گرچه که سریوای بود میدرد بود اصلا من نر گوش کردم گریه کردم میگوید که گوش کردیتون کدام بود اول علی وایدر این نامردا برای چی میگریزی میپرتوید وقتی ننگ ناموس آمده است برای چی مردم ها وای میکنید یک موسفید آمده است من پنسیونر آمده در اینجا برشته اینا آمده با جای وای کردن شما وظیفه و کاراتون پرتوتین رفتین در خانهاتون هر با اونقتی در دیگر جا وای کرده ایستادین من پیشنهاد کرده بودم که اینا کسا مکافات دولتی را پیشنهاد کنده کن اینجا بیا رنگ روز سوز است کو اونجا با فکریم که چند هفته در همونجا بودی روات هم نشد دیساز چند سال شد کار میکنی؟ 7 سال تجربه 7 سال تجربه کاری من 7 سال تشکر زیاد کنم گرچند یک چیزی عادی وای بودی کردی لیکن ننگ ناموس داشتگی متخصص بسیار وای بود ضربه جانکا بله سلامت باشی موفقیت کجا را ختم کردی؟ کالج تیوی جمهوری شهر دوشنبه را کالج جمهوری دوشنبه بعد نخوندی چی در دانشگاه تیبی ده تولد چند است؟ چند رفته ای؟ 31 دم اویله دار هستی؟ شکرانه خدا صاحب یک فرزند یک فرزند؟ شهر دوشنبه ده؟ شهر دوشنبه ده شهر دوشنبه؟ کوارتیره ده زندگی میکنی؟ سبب همین بود که جای زیستی برای این برقرار کردن کسی جمعی پدرم در جنگ شهروندی گذشته بودم تران جمع بود جای زیستی دویمی نداشتم سال 2011 که خط کن تا سال 2014 در فدراسیون روسیه برای جای زیستی دویمی چی کردن مادرم در خانه خیش تواب دادن خانه خیش خیلی خانه هر کس زبون جناب گولی گفتم مادر من نظم بیارم دادر من نظم بیارم فدراسیون روسیه رفت بگه کار کنیم یکم سویتی زمین بگیریم مادر من نظم بیارم جناب گولی برای زحمت کشیم خیلی شکرانه خدا خوزی آنها خونه تاری نوخه همون برک میگن هم تاری دور محترم جناب گولی عذاب و باران شکرانه خدا خیلی دانشگاه تیبی در تحصیل نکردی؟ حاضر وای کنیم سپارشیم امکانیت روزانه خواندن داری؟ دارم جناب رکتر این همه باید آشنای مرد وای میکنی داخل بشود وزیر یک جاده میدبرد وایش میکنی کارگر معاش گیره گوده کشه اسدالله رحمان نوشته گیرین ما بینم که چی دارم برای کوارتیره خدمتچیانی دولتی ما یک دو خانه میشه تا برای نام نویس کن برای خان هم کار کن هم زندگی تا پیش بر با من نظارت میکنم اسدالله رحمان سلام علیکم بخیر پاتریوتون یک وای جستی خودشان قاطی هزارها نفر از خفای خودشان میبرند یعنی هزارها نفر به ناموس میارند طالبان تمام جمهوری کسانی که امروز با خلق همراه هستند در کمک خلق هستند هزار رحمت به شما و به آن طبیبانی که امروز خلق به آنها محتاجند با بونه های گرفتند امروز روزی سختی در همراه خلق نیستند گرفتند با بهانه های در هر یک کنج بجا شدن باور که من شرم می آید با کدام وجدان امروز